سلام علیکم برادران عزیز، خوش آمدین به کانال یاسمان میدیا و از همه شما مینت داریم و گفتنی هم برادرای عزیز در کانال پادپیسات کنین، در ویدیو لایک همونین و حتما پادلیت کنین و فکرتون رو در کامنتاریا بنویسین. برادرای عزیز، همه شما انتظار سلسله فیلمی سندی بدوری لیلی هستید و در نقش این فیلم بهرالدین صبور بازی میکند و گفتنی هم برادرای عزیز که بسیاری از مخلصان این فیلم در کامنتاری می نویسند که فیلم میبراید و من در ویدیو گذشته گفته بودم که روز شنبه برآمده بود و روز شنبه میبراید و با فکر من روز شنبه حتما باید سلسله فیلم سندی بدوری لیلی باید براید و کسی که هم فکری من است و اوید با این فیلم چی فکر دارد در کامنتاری نویسد و گفتنی هستم که لایک رو حتما مانید و لایک شما دستگیری کانال ما است و حتما فکرهای خودتان رو در کامنتاری نویسید. دوستانی عزیز، خیلی شما چند پیش برآمده بود سلسله فیلمی قصر غم، قریب که 1 میلیون پرسمات رو گرفته است و این فیلم هم در مدت 4 یا 5 روز 560,000 قریب شده است پرسماترش و گفتنی هستم که برادرای عزیز حتما پادپیسات کنید و لایک مانید و در اینستاگرام بهرالدین صبور در اومده پادپیسات کنید. باقی سربلند و آباد باشید. پناهتان بر خدا.